بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر و مسافران عزیز. الحمدلله امروز الله سبحانه و تعالی فرصت داد در انشاءالله روزی پرفیض، روزی پربرکات. الحمدلله که امروز شما شاهد هستید. در این نوار میبینید که الحمدلله امروز استاها دو گروه با انشاءالله خدا خواهد خدمت دارن. یک گروه بالای گنبزها محکم کردن، یک گروه برای شنوندن خدا خواهد دیرزاهای خدا خواهد انشاءالله. یعنی مسجد من شما شاهد هسته، اکثر قسمش انشاءالله شده آمده ساده. الحمدلله روز به روز خدا خواهد مسجد ما زیب دیگر گرفته ساده، رنگ و زیبایش دیگر شده ساده. این هم انشاءالله به دعای شما و به دعای مسافران و به دعای انشاءالله خدا خواهد مسافران. الحمدلله مسجد ما روز از روز انشاءالله رنگ دیگر میگیرد. از آن من شما شاهد است. حاجت عیان است، بیان نیست، لیکن این همش خیر و احسان کرده شما. البته الله سبحانه و تعالی از همه انشاءالله آنانی که از دور و نزدیک در اینجا خدا خواهد من مدت 2 سال است خدمت دارن الحمدلله برای آبادی مسجد. الحمدلله خدا خواهد اولا خلق تمام هوشیار زمین خدا خواهد از این مهمان ها، از مسافرها، از این تمام خدا خواهد انشاءالله مسلمان های دنیا، خصوصا اهل تاجیکستان زمین و ازبکستان زمین الحمدلله یعنی حصه خوشنه بسیار گذاشتن. این مسجد البته بیان یاردم خلق، به یاردم الله سبحانه و تعالی انشاءالله یعنی برپا شده است، رنگ دیگر گرفته است. البته انشاءالله اجرش الله سبحانه و تعالی در این دنیا هم خدا خواهد انشاءالله در آخرت هم انشاءالله میدید. خدا در قرآن وعده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یضیع الاجر المحسنین. البته الله میگه ضایع نمیکنه اجر اون کسانی که احسان میکنن انشاءالله در راه الله سبحانه و تعالی. چی در این انشاءالله بنیادی خانه خودش، خانه این بیت الله هست، خانه الله هست انشاءالله. یعنی نه پولشون نه مالشون. بعض انشاءالله برادر هستن که من شب و روز خدا خواهد انشاءالله، منم نوریالله برادرم انشاءالله خدا خواهد شب و روز انشاءالله در خدمت کمک همین انشاءالله، یعنی چی مالی چی جانی انشاءالله، چی با پول و چی با انشاءالله به یعنی واسطه دلالت هم انشاءالله خیر دارن. این دیروز شهر اومسک یک گروه انشاءالله برادرانی مسلمانان انشاءالله، همه مسلمانانی که در اونجا خدا خواهد انشاءالله کار میبرند 334,000 روبل انشاءالله خدا خواهد برای رضای الله سبحانه و تعالی خیر کردن. این احسان انشاءالله به یعنی ما رسید الحمدلله. ما از این انشاءالله خدا خواهد همین یعنی گروهی که خدا خواهد انشاءالله یعنی در اونجا تاجر و سوداگرایی که انشاءالله اهلی انشاءالله مسلمان زمین هستند، چی تاجیک و چی ازبک و چی انشاءالله کدام ملت نباشد، یک جای انشاءالله دستگیری کردن. البته الله سبحانه و تعالی خیر احسان آنها را به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. چی مقصد و چی آرزوها دارند، خود دینی است و خود دنیاوی، الله با فضل و کرمش الهی برآورده خیر بگرداند. تمام همه انشاءالله مسافرها را خدا سفرهای بابرار انشاءالله صحت بردی سلامت با کیسه های پر باری های سرخ نزد خاندان نزد وطنی عزیز انشاءالله برگشت الله نصیب بدارد. چی زنها و چی انشاءالله مردها در این خانه سگزار هستند، خدا در امراشو، در رزقاشو، در کسب و کاراشو، در خاندانشو الهی الله سبحانه و تعالی برکات عطا نماید. خیلی که در عرفیت میگن از ما نگردد، از الله سبحانه و تعالی انشاءالله میگردد. خداوند سبحانه و تعالی این دنیا هم اجر و مکافات انشاءالله یعنی بیشمار میدهد در عمرش، گر کسب باشه در رزقش انشاءالله. گرچه کافر باشه هم عزیزان من طبق انشاءالله خدا خواهد روایت های بزرگان، طبق انشاءالله خدا خواهد یعنی حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر در همین دنیا خیر احسان کند، من ببینید در تاریخ انشاءالله با شما معلوم است انشاءالله چندین یعنی انشاءالله کافر
اونایی که خیر احسان کردن. من حاتم توی خودش از دنیا به ایمان رفت، نه که نامش مشهورترین در جریده یعنی در انشالله تاریخ انشالله دنیا تا قیامت. ما که بزرگان امروز هر روز انشالله خیر احسانی آنها را خدا خیر روایت میکنه. ببین الله در همه دنیا انشالله موفقیت میده، همه دنیا در امروز در رزق و کسب و کارش برکت میده. حتی اگر انشالله مبادا الله سبحانه و تعالی هدایت کنه اون اگر در این با طاعت عبادت کند، این دنیا هم و او دنیا هم انشالله سربلند میشه. روز قیامت بنده ها می آمدن پیش الله میگفت بندم هیچ به مقصد نرسیدی، در دنیا خواستی همه شرایطات مهیا کردم، پول گفتی پول دادم، ماشین گفتی ماشین دادم، خانه های زیبا خدا خواهد انشاءالله در تلویزیون ها برمدن تعریفت کردن، کریستا های ملایم و ها کذا و کذا. لیکن امروز این جنتی که من برای تو وعده کردم تو خودت نکردی، چون که پای وقت نماز نخونی، روزه نگرفتی، زکات ندادی، حج نکردی، خیر احسان نکردی در دنیا، فرمانی من و فرمانی پیغمبر نکردی، اکنون امروز از این بی‌نصیب میمونی. برای همین انشاءالله عزیزان من خیرم کنه، احسانم کنه، 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد در وقتش گذاره، انشاءالله خدا خواهد امر الله و امر پیغمبر بجا بیارید انشاءالله، یعنی سعادت دو دنیا، این دنیا هم الله ما شما را خوار نمیکند و روز قیامت هم انشاءالله سربلند و نزد پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله از شفاعتش انشاءالله برخوردار میشیم. چقدر سخن کنیم از دانی من سخن کم است، لیکن انشاءالله خدا خواهد امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی این خیر احسانای ما و شما را مکافات در این دنیا هم و در آخرت هم قصرهای پاشانشین الله سبحانه و تعالی اله نصیب بدارد. در کجای باشین در امان خدا باشین. تا صحبت دیگر به شما خدا حافظی میکنیم، همچنین شما را امانت به الله میسپاریم. ان شاء الله خودش نگهبان و آمده کار و یعنی براری کار ما و شما را بدهد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.